درها گل بچینید بوی نکنید، خانه پدر بمانید شوی نکنید. خانه پدر نان پسر داره، خانه شوهر غم و قصه داره. خانه پدر نان انجیر داره، خانه شوهر قفل زنجیر داره. واقعا گل گفتی، ازدواج برای امثال من یه گزینه است، ولی برای کسایی که از فلاکت و خونه پدرشون خسته شدن و میخوان شوهر کنن و شوهر کردن که عقده‌های خونه پدرشون رو تو خونه شوهر بریزن، بهش میگن دستاورد. والا ما خونه بابامون داریم اشغال میکنیم، بخور بخواب بگرد بچرخ کیف و اشغال کن. چون زندگی شما رو دیدیم فعلا حالا قصد ازدواج نداریم. ما به خاطر مثلا شوهر خرجمون رو بده 2 قرون مثلا نصیبمون بشه شوهر نمی کنیم، حالا بده 3 که به دستش برسه.